با بچه ها کامل شروع میکنم که دست کارتو بر بدنم که اگه ترتیبی داشته باشه ترتیبشون به هم بریزه و بیننده هم اگه داشته باشیم میتونیم بدیم که دست کارتو بر بزنه. خب دست کارتو میبینیم که هیچ ترتیبی نداره. من دست کارتو میزنم، یه جا بهم بگو استوب. همینجا اوکی. کارتتو نگاه کنید. کارت چیه؟ 5 گیشنیز. من میبرم تو هر جا دوست داشتی بگو که من کارتتو بذارم اونجا. کافیه همینجا. اوکی همینجا. ببین تو همینجا گفتی استوب، هر جای دیگه ای میتونستی بگی استوب. حالا من میام پایین 5 گیشنیز رو ببینم که چه کارتیه. پایین 5 گیشنیز الان 6 پیکه. 6 پیک میشه پایین 5 گیشنیز. من میام دقیقا دست کارتو میذارم، 6 پیکو میذارم بیرون، میندازم بقیه روی 5 گیشنیز. 5 گیشنیز 6 پیکو از 5 گیشنیز جدا کردیم، میذارم پایین دست کارت. حالا میبندمش. اینا چسب دو قلو عمل میکنن. من هر کاری بکنم اینا دوباره میام پیش هم دیگه. نگاه کنید دوباره مطمئنا رفتم پیش هم دیگه. پایین 5 گیشنیز بله دوباره 6 پیکه. هر جا بذاریشون میان کنار هم دیگه. خیلی جالبه نه؟ حالا میایم نصف رو میدیم به 6 پیک، نصف دست کارت هم میدیم به 5 گیشنیز. یکم ورداریم ما 6 پیک که درست شد. خب درست شد. حالا دست کارت ها رو کاملا بر میزنم. یه دونه 5 گیشنیز دارم، یه دونه 6 پیک. دست کارت رو کاملا بر میزنم که قشنگ ترتیب به هم بریزه و ندونیم که اون کارت در کجای این دست کارت مخفی میشه. خب این دست کارتمون بر خود. حالا میگیم برای 6 پیک. 6 پیک هم بر میزنیم کامل. خب این دست کارت هم بر خورد دیگه. هیچ کدوم از اینا ترتیبی نداره. من دست کارت ها رو جمع میکنم و میذارمش رو هم دیگه. من موقعی که بیام دست کارت رو پرت کنم 2 تا کارت میاد تو دستم. برو ببینیم که چه اتفاقی قرار بیفته. خب 2 تا کارت اومد دستم که دقیقاً دوباره 6 پیک و 5 گیشنیز. گفتم که اینا عین چسب دو قلو، هر جا ببند میان کنار هم دیگه. خب بچه‌ها تو این شبکه بازی دست کارت رو میتونید کامل بدید به بیننده هر چقدر که دوست داره بر بزنه، هیچ اهمیتی نداره. و موقعی هم که بر زد میتونید روی پدتون باز کنید، دقیقاً مثل من که الان بازش میکنم. موقعی که بازش کردید بیننده مطمئن میشه که هیچ ترتیبی نداره دست کارت. بعد دست کارت رو جمع کنید و کارت رو بریزید تا بیننده یه جا بگه استوب. مثلا بیننده اینجا میگه استوب، کارتش میشه مثلا 3 خشت. اینجا الان 3 خشت در اومد، اگر هر کارتی میشه در بیاد. بعد میگید که یه جا بگه استوب که کارت رو بذارید همونجا. مثلا گفت همینجا، اینو دقیقاً میذارید همون نقطه‌ای که استوب گفته و میرید جلو تا برسید به همون نقطه‌ای که کارت رو گذاشتید. بعد اینو بلند میکنید و اونایی که دستتون هم میایید بالای دست کارت که دید بیننده از دست کارت پایین خارج شه. و موقعی که این کار میکنید یه دونه بیویک میگیرید، انگشت شست هول میده کارت رو جلو، انگشت کوچیک میاد زیر کارت. اینو که بیویک گرفتید قشنگ یه ایزی یه فاصله ایجاد میشه. شما 3 خشت رو میذارید دوش و دقیقا از اونجا جمع میکنید که بیویک گرفتید. 3 خشت رو برمیدارید و کارت پایینیش رو نشون میدید، یعنی همونی که مونده. یعنی در واقع شما کارت پایینی 3 خشت رو پایین 3 خشت گرفتید ولی بیننده نمیدونه. اینو برمیگردید 6 خشت الان در اومد. بیننده میگه اوکی 6 خشت. بعد پایین 3 خشت رو میندازید، پایین 3 خشت رو برمیدارید، یعنی شما دارید 4 خشت رو برمیدارید که رو هوا گرفته بودید و 6 خشت همونجا میمونه. 4 خشت رو میارید بیرون و بقیه دست کارت هم میدارید سر جاش. دست کارت رو باز میکنید و میید جایی که کارت ها و اون کارت مثلا 6 خشت رو میذارید جایی که فاصله داشته باشه، یعنی مثلا یا پایین دست کارت بذارید یا بالای دست کارت، هیچ فرقی نمیکنه. بعدش دست کارت رو جمع میکنید. بعد میگی که این 2 تا چسب دو قلو میمونن و هر جا هر کاری کنیم میان بغل هم دیگه. بعد بیننده
قشنگ اینجاست که پشماش میریزه که دوباره شیشه خشت اومده بغل سه خشت. این از اینجا شده بازی. یه دونه تیوی که دیگه هم داشت که با دوم انجام میشه که بیننده قشنگ هنگ میکنه، اینه که شما نصف دست کارت رو میدید به شیشه خشت و نصفش هم سه خشت. نصف الان نیا کنید، نصفش رو برمیدارید میذاریم برای سه خشت، نصفش هم برای شیشه خشت. شیشه خشت رو میذارید بوش، سه خشت هم اون یکی دست کارت. حالا سه خشت رو چجوری باید کنترل کنیم که بالا بمونه؟ ببینید سه خشت رو ما باید بالا نگه داریم. شما موقعی که میخواید بر بزنید به این صورت میگیرید، بعد با انگشتای شست و وسطتون کارت ها رو میریزید و کارت اون بالایی رو میگیرید. یعنی شما دارید دقیقا سه خشت رو نیگر میدارید همون بالا و بقیه هم میریزید سر جاش، هیچ فرقی نمیکنه و این کارو هی ادامه میدید. ببینید با انگشتتون میگیرید محکم، وسطی ها رو بر میدارید، سه خشتون بالا میمونه و میریزید روی دسته کارت. حالا اینو میذاریم کنار، میریم برای دسته بعدی. حالا اینو باید ما شیشه خشت رو کنترلش کنیم به پایین دسته کارت. خب حالا خیلی ایزیه، همون کارت رو از سمت همون بالا ور میدارید، یه دونه این الان رفت پایین، بقیه هم میریزید روش. الان شیشه خشت رفت پایین. حالا برای اینکه دوباره بر بزنید که بیننده شک نکنه، مثل همون موقع نگه میداریدش، اون پایین میمونه و بقیه رو میریزید روش. این بار فیکمون که الان همه کاراشو کردید. حالا شما اون دسته کارتی که کارت انتخابی اول بیننده بود، همون سه خشت رو میذارید رو شیشه خشت. الان شیشه خشت و سه خشت بالای دسته کارتا. خب موقعی که خیلی محکم نه ولی معمولی، اینا رو میگیرید با این انگشت شست وسطتون. بعد دسته کارتو که ول کنید 2 تا کارت میمونه. نگاه کنید، خیلی آروم نه سخت هم نه، معمولی میگیرید کارت رو ول کنید، 2 تا کارت میمونه دستتون که اونم کارت های بالا پایینه که دقیقا کارت بالا پایین ما سه خشت و شیشه خشت بودن و اینجاست که بیننده دوباره پشماش میریزه. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. She say that I'm cool.